خب در تیبل 4 که آخرین تیبل ما هست، قرار این تیبل ها به هم وصل کنیم و در آن ذخیره کنیم که کدوم راننده کدوم مشتری رو در چه تاریخی و چه ساعتی به کدوم مقصد برده و هزینه‌اش چقدر میشه. میایم create table، در حالت طراحی قرار میگیریم، اسم تیبل رو میذاریم سرویس که سرویس هامون در این قرار میگیره. خب این آیدی به صورت فیلد پرایمری کی رو نگهش میداریم که در آخر خواهید فهمید که چرا این کارو کردیم. اولین فیلدی که قرار بیاد میخوایم ببینیم کدوم راننده. خب کدوم راننده بهتره که نوع فیلد ما با نوع اون فیلدی که در تیبل راننده هست یکی باشه. من تیبل راننده ها رو باز میکنم، چون به این یکی هم احتیاج دارم مشتری رو هم باز میکنم و مقصد رو هم باز میکنم. خب حالا در مثلا تیبل سرویس که اینجا هستش میخوایم کد راننده رو بیاریم. کد راننده نوعش با این کد باید یکی باشه. توی راننده اگه ببینید تو تیبل راننده کد راننده ما از نوع نامبر و فیلد سایزش هم اینتیجر هست. پس اینجا هم میاییم این رو نامبر میکنیم، فیلد سایزش رو هم میکنیم اینتیجر. بعد ارزم به حضورتون که کپشنش هم میزنیم کد راننده. فیلد بعدی کد مشتری هست، باید نوع فیلدش با مشتری ها یکی بشه. کد مشتری نامبر و لانگ اینتیجر هستش. میایم اینجا نامبر و لانگ اینتیجر هم انتخاب میکنیم. خب تا اینجا تعیین کردیم که کدوم راننده کدوم مشتری رو، حالا باید بگیم در چه تاریخی و چه ساعتی به کدوم مقصد برده. خب تاریخ رو من میتونم از نوع دیت تایم بگیرم، ولی مشکل اصلی ما اینه که ما تاریخ هجری شمسی نیاز داریم و مجبور هستیم یا از نرم افزارهایی که بیرون تهیه شده و مبدل تاریخ میلادی به شمسی هست استفاده کنیم، به عبارتی باید خریداری کنیم، و یا نه خودمون بیایم این تاریخ رو به 3 قسمت تبدیل کنیم: سال، ماه و روز، و اینا رو به صورت عددی ذخیره کنیم که من در اینجا از روش دوم استفاده میکنم. پس میگم تاریخم از نوع نامبر باشه. اجازه بدید همینجا بیام مثلا لوکاپ ویزاردش کنم. خب مقادیر رو که میبینید قرار خودم تایپ کنم، نمیخوام از جداول استفاده بشه یا تیبل ها. خب مقادیرش رو در قالب یک ستون وارد میکنیم. من از 1390 شروع میکنم، دیگه بستگی به خودمون داره که تا چند سال میخوایم پیش بینی کنیم. من تا 1395 پیش خواهم رفت. خب سالها رو تعیین کردیم، میگیم محدود به لیست باشه، طرف نتونه هر سالی رو انتخاب کنه و تمام. کپشنش هم میزنم سال سرویس. بهتر فیلد رو هم معنی دارش کنیم، سال سرویس. فیلد بعدیمون ماه سرویس خواهد بود. اینا رو هم لوکاپ ویزاردش میکنیم، ولی حواسمون باشه که لوکاپ ویزارد ما بایستی از نوع عددی باشه، چون قراره بعدا محاسباتی روش انجام بدیم. بگیم به طور مثال سرویس هایی که از این سال این تاریخ و این روزش به بعد انجام شده، برای اون نسبت دادن و محاسبات بزرگتر، مساوی یا کوچکتر لازمه که عددی باشه. خب میام از نوع لوکاپ ویزارد میگیرم، دوباره اطلاعات خودم می نویسم. ماها از 1 شروع میشه تا 12.
فقط برای اینکه تو سورت کردن مشکل نداشته باشیم و همه در یک ستون قرار بگیره اعداد رو 2 رقمی می‌نویسم، ماه اول، ماه دوم الی آخر. خب ما از 1 تا به 12 نوشتیم، این رو هم محدود به لیستش میکنیم و دکمه پایان. کپشنش رو هم درست میکنیم. فیلد بعدیمون روز سرویس هست. رو کاو ویزارد میگیریم. خب روزای ما از 1 شروع میشه تا ماکسیموم 31. این رو هم 2 رقمی وارد میکنیم. و روز 31. توجه داشته باشید که برای زیبایی برنامه میتونستیم 2 ستونه قرار بدیم در اینجا و اون موقع به همراه روز بیاییم بنویسیم روز اول، دوم، سوم، چهارم، یا تو ماه قشنگتر میشد مثلا 01 در ماه بزنیم، فروردین بعدیشو بزنیم اردیبهشت الی آخر. مرحله بعدی بازم محدود و فینیش. کپشن هم میدیم که میشه روز سرویس. میریم سراغ فیلد بعدی. تا اینجا دوباره تکرار میکنیم، گفتیم کدوم راننده، کدوم مشتری رو در چه تاریخی. حالا باید بگیم که و چه ساعتی به کدوم مقصد برده. خب می‌نویسیم ساعت سرویس. این کافی از نوع دیت اند تایم باشه، فقط فرمتش ساعت خالی باشه. همین شورت تایم خوبه، یعنی ساعت و دقیقه واسه ما کفایت میکنه. خب شاید لازم باشه ساعت برگشت رو هم بعداً پر کنیم که طبق میزان ساعت رفت و برگشت حساب کنیم. توضیح هم بگم که خیلی وقتا هستش که طبق مقصد هزینه تعیین میشه و بعضی زمانها هم هستش که طبق مدت زمان رفت و برگشت حساب میشه. اگر آژانس شما داره به این صورت حساب کنه حتما بایستی ساعت برگشت رو هم بنویسیم. ما ساعت برگشت رو می‌نویسیم ولی فعلا ازش استفاده نمی‌کنیم. یعنی در حقیقت اگه بعداً لازم شد همچین چیزی داشته باشیم فیلدش رو آماده داشته باشیم. موقع میایم ساعت بازگشت رو منهای ساعت سرویس میکنیم و اون مدت زمانی که ماشین بیرون بوده رو به دست میاریم. خب این هم از نوع دیت اند تایم به صورت شورت تایم خواهد بود. کپشن رو هم ساعت برگشت میذاریم ولی تکرار کنم فعلا ازش استفاده نخواهیم کرد. خب حالا باید ببینیم به کدوم مقصد رفته. کد مقصد رو میاریم که این کد مقصد قرار به این کد مقصدی که در تیبل مقصد هستش به این فیلدش، یعنی به کد مقصد متصل بشه. خب کد مقصد ما اینجا از نوع نامبر و فیلد سایز هم لانگ اینتیجر هست، پس اینجا هم میاییم نوعش رو نامبر و فیلد سایزش هم لانگ اینتیجر میذاریم. کپشن هم عوض میکنم. درسته. فیلد بعدی شاید سرویس که داده میشه و میره بیرون حق توقف داشته باشه، حق خدمات و تخفیف. حق توقف با اون معنیه که ماشین رفته و به خاطر مشتری یک جایی معطل شده که طرف بره حالا مغازه فروشگاهی داره کارش انجام بده، اون مدت زمان هم باید به هزینه قبلیش اضافه بشه. خب
اینم میزنم حق توقف، نوعش رو هم کارنسی میارم. دقت کنیم که اینجا حتما بایستی واحد پول خودمون باشه. بله ریال هست، فقط دیگه اعشارشو ور میدارم. شاید حق خدمات هم رو داشته باشیم. من کپشن قبلیه رو بدم، حق توقف، به این معنی که خود راننده رفته جایی و یک کاری رو انجام داده، مثلا رفته داروخونه و دارویی رو گرفته و آورده خونه. حق خدمات، این رو هم از نوع کارنسی میذاریم، کپشنش هم میزنیم حق خدمات. مورد بعدی تخفیف، شاید برای اینکه قیمت روند بشه یه مقداری تخفیف داده بشه. واضحه که این هم از نوع کارنسی خواهد بود با 0 رقم اعشار. کپشنش هم همون تخفیف. در قسمت حق خدمات هم من 0 رقم اعشار میکنم. یه نکته که هست اینه که پیشفرض میخوایم حق توقف، حق خدمات و تخفیف ما 0 بشه مقدارش. خب بیایم همینجا default value رو 0 میدیم، یعنی پیشفرض حق توقف نداشتیم، حق خدمات هم نداشتیم و تخفیفی هم نخواهیم داشت. خب یک فیلد دیگه که شاید مهم باشه اینه که آیا این ماشینی که رفته برای سرویس برگشت داره یا نه. فرض کنیم قرار شخصی رو ببریم برسونیم مارلیک. خب این از اینجا تا مارلیک n تومن میگیره. اگه قرار باشه این شخص رسونده بشه و ماشین خالی برگرده، خب همون هزینه‌ای که توی تیبل مقصد هست اعمال میشه. ولی اگه قرار باشه بریم مارلیک و دوباره این شخص رو برش گردونیم، 1/3 حق رفت به قیمت کل ما اضافه خواهد شد. خب پس سوال اینجاست که این سرویس آیا برگشت داره یا نداره. فیلد رو میاریم تحت عنوان همون برگشت. خب یا بله یا خیر. نوعش هم میشه از نوع yes و no. کپشن میشه بازگشت دارد. پیشفرض 0 هست یعنی ندارد. به صورت yes و no هست، به صورت میتونیم حالت yes و no بیاریم. عرضم به حضورتون که آخرین فیلدی که فعلا به ذهنم میاد توضیحاته. شاید این سرویس یه توضیحاتی هم داشته باشه که بعدا در گزارشگیری و پرینت و نمایش دادن بخوایم ببینیمش. خب فیلد بعدی رو هم اسمشو میذارم توضیحات و از نوع ممو میگیرم. خب حالا در این تیبل اگه دقت کرده باشین تونستیم بگیم که کدوم راننده کدوم مشتری رو در چه تاریخی که این تاریخ خودش 3 قسمت هستش و چه ساعتی به کدوم مقصد برده. و برای اینکه بعداً قرار این تیبل سرویس ما به تیبل های راننده، مشتری و مقصد وصل بشه، نوع فیلد ها رو هم مثل اون آوردیم. نکته اینجاست که حالا پرایمری کیمون چی بشه. اگه پرایمری کی ما فقط کد راننده باشه، به اون معنی که تو این تیبل یک راننده بیشتر نمیتونه کار کنه. به عبارت اگه من راننده هستم و کدم 1000 هستش، من فقط یک بار میتونم سرویس انجام بدم و این منطقی نیستش. حتی کد مشتری هم نمیتونه پرایمری کی باشه، به این معنی که هر مشتری فقط یک بار سرویس داده میشه، نه فقط در اون به اصطلاح روز، بلکه در کل دوره‌ای که داریم از نرم افزار استفاده میکنیم. پس یا باید بگیم که مجموعه این راننده، این مشتری و این ساعت و تاریخ ها همه اینا یک پرایمری کی باشه. به عبارت دیگه این راننده یک مشتری خاص رو در یک روز و یک ماه و یک روز فقط یه بار میتونه ببره و حتی ساعتش هم باید اضافه بشه به اینها.
این یک جور مجموعه هم میتونه پرایمری کی باشه همه این فیلدها، یا نه برای اینکه راحت تر کنیم یک فیلدی میاریم به صورت آتو نامبر، این رو پرایمری کی میکنیم، یعنی رکورد اول شماره 1 بهش اختصاص داده میشه، رکورد دوم شماره 2 الی آخر. خب ذخیره میکنیم و ذخیره انجام شد. تیبل رو میبندیم، تمام تیبل ها رو میبندیم و در مرحله بعد قراره که اینها رو به هم متصل کنیم.